منادیان آزادی. این برنامه احمد شاه مسعود. بلوچ، ازبک، پشتون، هزاره، ترکمن، تاجیک، عرب، گوجر، پامیری، نورستانی، براهویی، قزلباش، ایماق و پشه‌ای. افغانستان همچون بسیاری دیگر از کشورهای شرقی سرزمین اقوام است، سرزمین زبانها، لهجه‌ها و مسلک‌های متفاوت. با این حال بیش از آن که به تنوع قومیت‌هایش شهره باشد، به تاریخ پرفراز و نشیبش شهره است. تاریخی که جنگ داخلی، کودتا و ترور، اشغال بیگانه و در یک کلام مبارزه در سطر آن جا خوش کرده است. نزدیک به یک قرن پیش وقتی افغانستان در جنگ با استعمارگران انگلیسی توانست آرزوی استقلال را در آغوش گیرد، گمان نمی کرد که این آغاز راه پرپیچ و خمی باشد که تا امروز هم چنان که باید به آرامش نرسیده است. سرزمین بی آرام و قرار افغانستان در 100 سال گذشته 2 اشغال، چند کودتا و چندین جنگ داخلی را تجربه کرده است. روزهایی سخت که گرچه بر فقر و تنگ دستی مردمان می‌افزود، اما از خلال آن مردمانی مبارز و آزادیخواه نیز به رشد و تعالی می‌رسیدند. مردانی سرسخت و خستگی ناپذیر چنان که احمد شاه مسعود بود. چهرهش با آن کلاه پکول که بر سر می‌گذاشت و چفیه‌ای که دور گردن می‌پیچید تماشایی بود. در پس زمینه کوههای سر به آسمان ساییده سلسله جبال هندوکش کوچک می‌نمود و رود از خروش او جا می‌ماند. رود و دره 5 شیر نام داشت و او شیر دره 5 شیر بود. شیری که از طبیعت سرکش زادگاهش مأمنی برای مبارزه آفرید. دره 5 شیر با حصارهای بلند طبیعیش بیش از 3 دهه همیار مبارزاتی بود که نخست علیه نیروهای اشغالگر شوروی شکل گرفت و سپس در بین نیروهای معارض داخلی جریان داشت. احمد شاه علاقه به نظام و ارتش را از نوجوانی بروز داد، اما توصیه و تشویق پدر او را به سمت تحصیل در دانشکده مهندسی کابل سوق داد. احمد شاه 20 ساله بود که وارد دانشگاه شد. همان زمان هم رسما به عضویت نهضت اسلامی افغانستان درآمد. نهضتی که در سال 1336 توسط تعدادی از اساتید دانشگاه بنیان گذاشته شد. تابستان سال 1354 و در خلال قیام گروه‌های مجاهد اسلامی علیه دولت محمد داوود خان که با کودتای نظامیان علیه ظاهرشاه بر سر کار آمده بود و به عنوان نخستین رئیس جمهوری افغانستان شناخته میشد، او رهبری نخستین قیام 5 شیر در برابر حکومت وقت را به عهده گرفت. مسعود و یارانش در 5 شیر موفق به تصرف چندین پایگاه دولتی شدند، اما در نهایت قیام ناکام ماند و بسیاری از همقطاران مسعود دستگیر و اعدام شدند. مسعود هم ناچار به ترک موقت افغانستان شد و در حالی که مدتی بود با گروهی تحت رهبری گلبدین حکمتیار قرابت یافته بود، راه خود را از او جدا کرد. چند سال بعد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزب وابسته به حکومت کمونیست شوروی، با انجام کودتا علیه دولت داوود خان به حکومت رسید. در نهایت هم هزاران سرباز شوروی با دعوت دولت دموکراتیک خلق راهی افغانستان شد و آن را به اشغال خود درآورد.
این همان زمانی بود که شیر دره پنج شیر مبارزه‌اش با اشغالگران شوروی را آغاز کرد. 20,000 نیروی ارتش سرخ و 5,000 نیروی دولتی افغان 9 بار برای کنترل دره استراتژیک پنج شیر و دستگیری احمد شاه مسعود دست به تهاجم زدند که هر بار با تلفات و خسارات هنگفت انسانی و تسلیحاتی شکست می‌خوردند. این در حالی بود که شدت حملات در برخی از تهاجم‌ها آنقدر بود که مردم ولایات همجوار دره پنج شیر بارها ناچار به ترک خانه و دیار و حتی مهاجرت به پاکستان و ایران شدند. پنج شیر خالی از سکنه میشد، اما خالی از مجاهد نه. مسعود و یارانش در هر شرایطی مقاومت می‌کردند. عقب نشینی به دره‌های مجاور و پراکنده ساختن نیروهای ارتش سرخ شوروی و بازپسگیری مواضع از دست رفته استراتژی بود که مقاومت سرسختانه او را ممکن می‌کرد و او را به لقب شیر دره پنج شیر معروف. نزدیک به 10 دهه مقاومت و مبارزه گروه‌های مختلف اسلامی در گوشه گوشه افغانستان در 1988 به خروج نیروهای شوروی از افغانستان منجر شد. 4 سال بعد هم مجاهدان پیروزمندانه وارد کابل شدند. اتفاقاتی که بیشک احمد شاه مسعود نقش غیر قابل انکار و قابل توجهی در رخ دادنشان داشت و بر همین اساس وزارت دفاع و فرماندهی نیروهای دولت مجاهدین را بر عهده گرفت. اما حاصل پیروزی در سرزمین ناآرامی چون افغانستان چندان دوام نداشت. جنگ با گروه‌های مخالف همچنان ادامه داشت. گروهی تازه سر درآورده به نام طالبان که تصرف افغانستان را از قندهار آغاز کردند و در هجومی برقاسا و باور نکردنی که تنها می توانست از حمایت‌های پنهانی خارجی نشأت گرفته باشد پیشروی کردند. با میان که سقوط کرد، رهبران جهادی یکی پس از دیگری از افغانستان خارج شدند و عرصه را برای جولان طالبان و به مسلخ رفتن مردم مظلوم خالی گذاشتند. این زمان تنها یک روزنه امید باقی بود. احمد شاه مسعود، شیر دره پنج شیر که دیگر وزیر دفاع نبود، اما برای دفاع از مردم افغانستان در برابر طالبان به پایگاه همیشگی مبارزاتش بازگشت. پنج شیر، پایگاه مقاومتی در شمال کابل. اگر به اندازه همین کلاه من در افغانستان برایم جا باقی بماند، خاکم را ترک نخواهم کرد و به مبارزه ادامه خواهم داد. و این شعار مردی بود که ماند و مبارزه کرد. برای دشمنان مسعود گویا مبارزه با او بیفایده بود، اما نامردمی برای غلبه بر قهرمان ملی افغانستان راهی یافت. قرار ملاقاتی گذاشته شد. تروریست ها خودشان را خبرنگار معرفی کردند و بعد تنها 2 روز پیش از آنکه حادثه 11 سپتامبر در آمریکا آینده افغانستان را با سالها اشغال توسط نیروهای آمریکایی پیوند بزند، 9 سپتامبر سال 2001 2 مرد که گفته میشد به گروهک القاعده وابستگی داشتند در عملیاتی انتحاری شیر دره پنج شیر را به شهادت رساندند.